من یک دختری غریب مرا شوهرم عذاب میتید، لطو کوب میکند، 7 سال شد، چیکار کنم؟ دیگر صبرم نماند. اولا خطاب میکنم به همین مردهایی که همسراشون میزنن، لطو کوب میکنن، ظلم و ستم میکنن، حقوق اونها را پایمال میکنن. از الله در حق این زنهای ضعیف بترسه، چون که اینها خدایی دارن که از شما ظالما انتقام میگیره. خداوند ظلم دوست نمیداره و جزای ظالم را در همه دنیا میتیه. این یقین بدون شما. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که اون معنا صحیح است میفرماید این زنها را فقط انسانهای شریف و بزرگوار احترام میکنن و فقط انسانهای پست و فرومایه به احترامی میکنن. پس وقتی که زن تا به احترامی میکنی، زن تا میزنی و ظلم و ستم میکنی، پس تو یک انسان رذیل، یک انسان پست و فرومایه هستی. این سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید اتقوا الله فی النساء، در حق زنان از الله بترسه. از الله بترسه که اینها یک خدایی دارن که در همه دنیا شما را جزا میتیه. پاک است خدایی که مهلت میتیه ولی به جزا نمیمونه. وقتی که به یک انسان ظلم میکنی، حتی نگه به حیوان وقتی اگر ظلم میکنی، خداوند جزای تو را میتیه. پس فکر نمیکنی که همسر تا مادر فرزندات تو او را میزنی، لطو کوب میکنی، سخنای دلخراش میگی، او را مثلا تحقیر اهانتش میکنی. از الله بترسه مردها از الله بترسه. در جانب زنها خدا و پیامبر سفارش میکنه. الله رب العالمین میفرماید و عاشروهن بالمعروف، شما با زنان رفتاری نیکو داشته باشه. پیامبر هم همین خیلی میفرماید که استوصوا بالنساء خیرا، شما با زنان رفتاری نیکو داشته باشه. من شما را تاکید میکنم که رفتاری نیکو داشته باشه. و بعدا خواهر عزیز، شما وقتی که در بین زن و شوهر اختلاف و ناسازگاری کشید، باید که یک داور قرار بدین، یعنی که کلانترای شما جمع شود، کلانترای اون مردک جمع شود و در بین شما یک صلح، یک دیگر فهمی را بفهمونن، شما را یک صلح باندازن، بفهمونن مردک تا که این ظلم و ستم شد دیگر نکنه. و الا اگر همین خیلی دوام دادن بگیره، حقوق شما را پایمال میکنه، حق مثلا شما را فقط میزنه و ظلم و ستم میکنه، شما میتونه که مثلا از اون درخواست طلاق بکنه، شما را به خوبی جواب بده. یا اینکه اگر جواب نمیده، شما میتونه که اگر امیز مردی ظالم خلاص شدنی میخواه، در شریعت یک چیز خلع میگن، یعنی با مصلحت یگان مبلغ معین وعده میکنی، مردک جوابش میده، ترم خلاص میشه و هم خلاص میشه. ولی از با این مردها خطاب میکنم که از الله بترسه، به زنا ظلم و ستم نکنه، که اینها خدای دارن که از شما انتقام میگیره.